2. چگونه عادتهای شما موجب شکل دهی به هویتتان می شوند و برعکس؟ چرا تکرار عادتهای بد اینقدر ساده است اما عادتهای خوب را به سختی تکرار می کنیم؟ کمتر چیزی پیدا می شود که به اندازه بهبود عادتهای روزمره بر زندگی شما تأثیر بگذارد. با این حال امکانش هست که سال بعد همین موقع به جای انجام کارهای بهتر به تکرار اقدامات کنونی بپردازید. غالباً حفظ عادتهای خوب به مدت بیش از چند روز دشوار به نظر می رسد. حتی اگر بسیار تلاش کنید و انگیزه زیادی داشته باشید. عادتهای نظیر ورزش، زن یا مدیتیشن، رویدادنگاری و آشپزی برای 1-2 روز منطقی هستند و پس از آن عذاب‌آور می‌شوند. اما وقتی عادت‌هایتان جا افتادند، انگار تا ابد با شما هستند، به خصوص آنهایی که ناخواسته اند. صرف نظر از نیات خوبی که داریم، شکستن عادات ناسالم، نظیر خوردن فست فود، تماشای بیش از حد تلویزیون، وقت کشی و استعمال دخانیات میتواند غیر ممکن به نظر برسد. تغییر عادتهایمان به 2 دلیل چالش برانگیز است. 1. سعی میکنیم مورد اشتباهی را تغییر دهیم و 2. سعی میکنیم عادتهایمان را به شیوه نادرست تغییر دهیم. در این فصل به نکته اول میپردازیم، در فصول بعدی به دومی پاسخ خواهم داد. اولین اشتباه ما این است که سعی می‌کنیم مورد اشتباهی را تغییر دهیم. برای اینکه منظورم را متوجه شوید، در نظر داشته باشید 3 سطح هستند که تغییر می‌تواند در آنها رخ دهد. می‌توانید آنها را همچون لایه‌های پیاز فرض کنید. 3 لایه برای تغییر رفتار وجود دارد: تغییر در خروجی‌ها، تغییر در پروسه‌ها یا تغییر در هویتتان. اولین لایه تغییر خروجی‌هایتان است. این سطح به تغییر در نتایجتان ارتباط دارد. کاهش وزن، انتشار یک کتاب یا پیروزی در یک مسابقه. اکثر اهدافی که تعیین می‌کنید به این سطح از تغییر مربوط می‌شوند. دومین لایه تغییر پروسه‌هایتان است. این سطح به تغییر در عادات و سیستم‌هایتان ارتباط دارد. اجرای یک روتین جدید در باشگاه، تمیز کردن میز کار برای پیشبرد بهتر امور کاری، توسعه یک رویکرد برای مدیتیشن. اکثر عادت‌هایی که پرورش می‌دهید به این سطح مربوط می‌شوند. سومین و عمیق‌ترین لایه تغییر هویتتان است. این سطح به تغییر در باورهایتان مرتبط می‌شود. دیدگاهتان نسبت به جهان، خویشتن‌بینی، قضاوت‌هایتان درباره خود و دیگران. اکثر باورها، مفروضات و گرایش‌هایی که دارید به این سطح مربوط می‌شوند. نتایج آنچه هستند که دریافت می‌کنید. پروسه‌ها به آنچه انجام می‌دهید ربط دارند. هویت چیزی است که بدان باور دارید. وقتی صحبت از ایجاد عادت‌های ماندگار می‌شود، یعنی وقتی صحبت از ایجاد سیستم‌هایی برای بهبودهای 1% می‌شود، مشکل این نیست که فلان سطح از دیگری بهتر یا بدتر است. همه سطوح تغییر به نوبه خودشان مفیدند. مشکل جهت تغییر است. بسیاری از افراد پروسه تغییر عادت‌هایشان را با تمرکز بر آنچه خواهان دستیابی به آن هستند آغاز می‌کنند. بدین ترتیب به عادت‌های مبتنی بر نتیجه می‌رسیم. می‌توانید به جای آنها عادت‌های مبتنی بر هویت ایجاد کنید. در این رویکرد کار خود را با تمرکز روی شخصیتی که دوست دارید در آینده باشید آغاز می‌کنید. در عادت‌های مبتنی بر نتیجه، تمرکز ما روی چیزهایی قرار می‌گیرد که خواهان رسیدن به آن هستیم. در عادت‌های مبتنی بر هویت، بر شخصیتی که دوست داریم در آینده باشیم تمرکز می‌کنیم. فرض کنید 2 نفر مقاومت می‌کنند تا سیگار نکشند. وقتی سیگار به آنها تعارف می‌شود، نفر اول می‌گوید نه ممنون، در حال ترک هستم.
این پاسخی معقول به نظر می رسد، اما این فرد کماکان باور دارد که سیگاریست و تلاش می کند به فرد دیگری تبدیل شود. آنها امیدوارند که با همراه داشتن همان باورهای قدیمی رفتارشان تغییر پیدا کند. دومین فرد با گفتن نه ممنون سیگاری نیستم درخواست سیگار را رد می کند. تفاوت کوچکی میان این دو جمله است، اما می توان تغییر هویت را در پاسخ دوم مشاهده کرد. سیگار کشیدن به بخشی از زندگی پیشین آنها تبدیل شده است، نه زندگی که اکنون دارند. آنها دیگر خودشان را یک فرد سیگاری نمی دانند. اکثر افراد در جستجویشان برای بهبود حتی به تغییر هویت فکر هم نمی کنند. آنها صرفاً پیش خودشان می گویند می خواهم لاغر شوم. نتیجه و اگر به این رژیم مقید بمانم لاغر خواهم شد. پروسه. هدف گذاری می کنند و اقداماتی که باید برای رسیدن به آن اهداف انجام دهند را در نظر می گیرند، بدون اینکه به باورهای محرک این اقدامات کاری داشته باشند. آنها هیچگاه نگاه به خودشان را تغییر نمی دهند و متوجه نمی شوند که هویت قدیمیشان می تواند برنامه‌های جدیدشان برای تغییر را خراب کند. پشت هر سیستمی از اقدامات، سیستمی از باورها وجود دارد. سیستم دموکراسی بر اساس باورهای نظیر آزادی، رأی اکثریت و برابری اجتماعی بنا شده است. سیستم دیکتاتوری دارای مجموعه بسیار متفاوتی از باورها مانند قدرت مطلقه و تبعیت سفت و سخت است. می توانید راه‌های مختلفی را برای راضی کردن مردم به منظور شرکت حداکثری در انتخابات تصور کنید. اما چون این رفتاری هیچگاه در دیکتاتوری مطرح نخواهد شد، زیرا در هویت آن سیستم جایی ندارد. رأیگیری رفتاری است که تحت برخی از مجموعه باورها امکان پذیر نیست. وقتی درباره افراد، سازمان‌ها یا جوامع بحث می‌کنیم، الگوی مشابهی وجود دارد. مجموعه‌ای از باورها و مفروضات که سیستم و هویت پشت عادت‌ها را شکل می‌دهند. رفتاری که همسو با شخصیت نباشد، دوامی نخواهد داشت. شاید پول بیشتری بخواهید، اما وقتی هویتتان به گونه‌ای است که بیش از ساخته‌هایتان مصرف می‌کنید، پس باز هم به سمت مخارج بیش از درآمد خواهید رفت. شاید خواهان وضعیت بهتری برای سلامتی باشید، اما اگر باز هم راحت طلبی را بر اقدام و دستاورد ترجیح دهید، بیش از ورزش دنبال خوشگذرانی خواهید رفت. اگر هیچگاه باورهای اساسی خود را که منجر به رفتار پیشینتان شده است تغییر ندهید، به سختی قادر به تغییر عادتها خواهید بود. شما یک برنامه و هدف جدید دارید، اما هنوز خودتان را تغییر نداده اید. داستان برایان کلارک، کارآفرینی از بولدر کلرادو را در نظر بگیرید که نمونه خوبی است. کلارک به من گفت از وقتی یادم میآید ناخن‌هایم را می‌جویدم. این کار به عنوان یک عادت عصبی و در سنین جوانی آغاز شد و سپس به یک سنت غیر بهداشتی نامطلوب تبدیل شد. یک روز موفق شدم جویدن ناخن‌هایم را متوقف کنم تا اینکه مقداری رشد کردند. تنها با استفاده از قدرت ذهن توانستم این کار را انجام دهم. در ادامه کلارک یک کار غافلگیر کننده انجام داد. او گفت از همسرم خواستم برای اولین بار در عمرم نوبت مانیکور برایم بگیرد. فکر کردم اگر برای حفظ ناخن‌هایم هزینه کنم دیگر آنها را نخواهم جوید و این موضوع جواب داد. البته ربطی به دلایل مالی نداشت. مانیکور کاری کرده بود که برای اولین بار ناخن‌هایم شمایل زیبایی پیدا کنند. حتی مانیکوریست به من گفت جدا از قضیه جویدن ناخن‌های بسیار سالم و جذابی دارم. ناگهان به ناخن‌هایم افتخار کردم. اگرچه هیچگاه چنین اشتیاقی را تجربه نکرده بودم، اما ناگهان شرایط متفاوت شد. دیگر از آن به بعد هیچگاه ناخن‌هایم را نجویدم، حتی یک بار هم به آن نزدیک نشدم. به همین دلیل همکنون با افتخار از آنها مراقبت می‌کنم.
فرم کامل یک انگیزش درونی زمانی است که آن عادت به بخشی از هویت شما تبدیل شود. وقتی میگویید من آدمی هستم که فلان چیز را میخواهم با زمانی که میگویید من آدمی با فلان شخصیت هستم، فرق میکند. هر قدر بیشتر به یک جنبه به خصوص از هویت خود افتخار کنید، انگیزه بیشتری برای حفظ عادتهای مربوط به آن خواهید داشت. اگر به حالت و شمایل موی خود افتخار می‌کنید، انواع و اقسام عادتها را برای مراقبت و حفظ آن توسعه خواهید داد. اگر به اندازه عضله‌های خود افتخار می‌کنید، کاری خواهید کرد که هیچگاه یک جلسه ورزش را از دست ندهید. اگر روسری‌هایی که گلدوزی می‌کنید مایه افتخارتان است، احتمالاً در طول هفته ساعات بیشتری را به گلدوزی اختصاص خواهید داد. وقتی غرور و افتخار وارد کار شد، با چنگ و دندان برای حفظ آن عادات تلاش خواهید کرد. تغییر واقعی در رفتار به معنای تغییر هویت است. امکان دارد به خاطر فلان انگیزه یک عادت را شروع کنید، اما فقط در صورتی به آن پایبند خواهید ماند که بخشی از هویتتان شود. هر کس می‌تواند خودش را برای رفتن به باشگاه یا یکی دو بار خوردن غذای سالم متقاعد کند. اما اگر باور پشت آن رفتار را تغییر ندهید، به سختی خواهید توانست به آن پایبند بمانید. بهبودها صرفاً موقتی خواهند بود، مگر اینکه به بخشی از هویت شما تبدیل شود. هدف این نیست که یک کتاب بخوانید، بلکه قرار است کتابخوان شوید. هدف این نیست که در ماراتون شرکت کنید، بلکه قرار است دونده شوید. هدف این نیست که یک ساز یاد بگیرید، بلکه قرار است موزیسین شوید. رفتارهای شما معمولاً بازتابی از هویتتان هستند. آنچه انجام می‌دهید بیانگر شخصیتی است که آگاهانه یا ناخودآگاه به آن باور دارید. تحقیقات نشان داده است وقتی شخصی به فلان جنبه خاص از هویتش علاقه دارد، احتمال اینکه همسو با آن باور عمل کند افزایش خواهد یافت. مثلا افرادی که خودشان را یک رأی دهنده می‌شناسند، احتمالاً بیش از افرادی که صرفاً خواهان رأی دادن هستند در این پروسه شرکت خواهند کرد. به همین ترتیب، فردی که ورزش را در هویت خود نهادینه کرده است، لزومی ندارد خودش را برای تمرین کردن قانع کند. انجام کار صحیح ساده است. در هر حال، وقتی رفتار و هویت شما کاملاً همراستا شوند، دیگر برای تغییر رفتار تلاش نمی کنید. شما صرفاً بر اساس شخصیتی که همکنون به آن باور دارید عمل می کنید. همانند سایر جنبه‌های مربوط به ایجاد یک عادت، این مورد نیز یک شمشیر دولبه است. وقتی همه چیز به نفعتان باشد، تغییر هویت می‌تواند محرکی قدرتمند برای بهبود شخصی باشد. اگرچه در صورتی که شرایط به ضررتان باشد، تغییر هویت به سختی صورت می‌گیرد. وقتی یک هویت را پذیرفتید، به سادگی میتوان اجازه داد که وفاداریتان بر توانایی تغییر شما تأثیر بگذارد. بسیاری از افراد چشمانشان را میبندند و کورکورانه از هنجارهایی که به هویتشان ضمیمه شده است پیروی میکنند. من در جهتیابی افتضاحم. نمیتوانم صبحها کار مفیدی انجام دهم. به سختی اسم افراد در خاطرم میماند. همیشه دیر میرسم. میانم با تکنولوژی خوب نیست. ریاضیاتم افتضاح است و هزاران نسخه دیگر. وقتی یک داستان را سالهای سال به خودتان تلقین می‌کنید، این موضوع به راحتی در ذهنیت شما جا می‌گیرد و آن را به عنوان یک حقیقت می‌پذیرید. زمان که بگذرد در برابر برخی اقدامات معین مقاومت می‌کنید، چون می‌گویید من آدمش نیستم. نوعی فشار درونی وجود دارد تا خویشتن بینی خود را حفظ و همسو با اعتقاداتتان عمل کنید. هر راهی که بتوانید را پیدا می کنید تا از مخالفت با خودتان بپرهیزید. هر قدر یک تفکر یا اقدام به شکلی عمیق‌تر در هویتتان تنیده شود، تغییر آن دشوارتر خواهد شد. می توانید به راحتی آنچه فرهنگتان به آن باور دارد را بپذیرید که همان هویت گروهی نامیده می شود
یا به خویشتن بینی خود پایبند بمانید که همان هویت شخصی نامیده می شود. حتی اگر نادرست باشد. بزرگترین مانع برای تغییر مثبت در هر سطحی، فردی، تیمی یا اجتماعی، تضاد آن با هویت است. عادتهای خوب می توانند منطقی به نظر برسند، اما اگر با هویتتان در تضاد باشند، نمی توانید آنها را اجرا کنید. امکان دارد در هر روز با عادتهایتان کلنجار بروید، زیرا سرتان شلوغ است، خسته اید، غرق در اندیشه هستید یا صدها دلیل دیگر برای این کار می آورید. اما دلیل واقعی برای عدم پایبندی طولانی مدت شما به عادتها این است که خویشتن بینیتان در نقش مانع عمل می کند. به همین دلیل نمی توانید چندان به یک نسخه از هویتتان پایبند بمانید. پیشرفت به یادگیری زدایی نیاز دارد. برای اینکه به بهترین نسخه از خودتان تبدیل شوید، باید دائما اعتقاداتتان را ویرایش و هویت خود را به روز رسانی کنید و توسعه دهید. پس به یک سوال مهم می رسیم. اگر باورها و دیدگاه شما چنین نقش مهمی در رفتارتان دارند، از ابتدا چگونه در وجودتان شکل می گیرند؟ هویت شما دقیقاً چگونه شکل می گیرد و چگونه می توانید بر جنبه‌های جدیدی از هویتتان تاکید کنید که در خدمتتان باشد و به تدریج موانع پیش رویتان را از بین ببرد. پروسه‌ای 2 مرحله‌ای برای تغییر هویت. هویت در قالب عادت‌هایتان ظاهر می شود. شما با باورهای از پیش تعیین شده زاده نمی شوید. هر باور از جمله باورهایی که به خودتان دارید آموخته می شود و از طریق تجربیات صیقل می خورد. به بیان دقیق تر، عادتها تجسمی از هویتتان هستند. وقتی هر روز تختتان را مرتب می کنید، هویت یک شخص منظم، وقتی هر روز می نویسید، هویت یک شخص خلاق و وقتی هر روز تمرین می کنید، هویت یک ورزشکار را تجلی می بخشید. هرقدر یک رفتار را بیشتر تکرار کنید، بیشتر هویت مربوط به آن را تقویت می کنید. در واقع، واژه هویت در زبان انگلیسی ابتدا از ترکیب 2 واژه لاتین به معنای وجود و مکرر ساخته شده است. عملاً هویتتان به معنای وجود مکرر شماست. همکنون فقط به این دلیل به هویت خود باور دارید که دلایلی برای اثباتش موجود است. اگر 20 سال است هر روز یک شنبه به کلیسا می روید، به این خاطر است که مذهبی هستید. اگر هر شب 1 ساعت زیست شناسی می خوانید، به این خاطر است که اهل مطالعه اید. اگر حتی در روزهای برفی هم به باشگاه می روید، به این خاطر است که به تناسب اندام تعهد دارید. هر قدر دلایل بیشتری برای یک باور داشته باشید، سخت‌تر از همیشه به آن اعتقاد می‌یابید. در اکثر اوقات جوانی خودم را یک نویسنده تصور نمی‌کردم. اگر از هر کدام از معلمان دبیرستان یا اساتید دانشگاه بپرسید، به شما میگویند نهایتاً یک نویسنده متوسط بودم. قطعاً برجسته نبودم. وقتی حرفه نویسندگیم را شروع کردم، در چند سال اول هر روز 2 شنبه و 5 شنبه یک مقاله جدید منتشر می کردم. با رشد سرنخها هویت من نیز به عنوان یک نویسنده رشد کرد. از طریق عادتهایم یک نویسنده شدم. البته عادتهای شما تنها اقداماتی نیستند که بر هویتتان تأثیر می‌گذارند، اما به دلیل اینکه زیاد رخ می‌دهند، معمولاً در دسته مهم‌ها قرار می‌گیرند. هر تجربه در زندگی باعث می‌شود خویشتن بینی خود را اصلاح کنید، اما دلیل نمی‌شود که چون یک بار به توپ ضربه زده اید، خود را بازیکن فوتبال قلمداد کنید یا در صورت طراحی سرسری یک تصویر خود را هنرمند بدانید. اما وقتی این اقدامات را تکرار می‌کنید، دلایل روی یکدیگر انباشته می‌شوند و خویشتن بینیتان عوض می‌شود.
تأثیری که تجربیات یکباره بر شما می‌گذارند کم کم از بین خواهد رفت، در حالی که تأثیر عادت‌ها در گذر زمان تقویت می‌شود. منظورم این است که عمده پروسه شکلگیری هویت با توجه به عاداتتان صورت می‌گیرد. در این راستا پروسه شکلگیری عادت‌ها را می‌توان پروسه‌ای دانست که بر اساس آن به خود کنونی‌تان می‌رسید. این یک تکامل تدریجی است. این گونه نیست که بشکن بزنیم و تصمیم بگیریم به یک شخصیت کاملا جدید تبدیل شویم. اندک اندک، روز به روز، عادت به عادت تغییر می‌کنیم. دائما شخصیتمان تحت تأثیر خرد تحولات مداوم قرار می‌گیرد. هر عادت مانند یک پیشنهاد است. شاید شخصیت من این گونه است. اگر یک کتاب را تمام کنید، بنابراین احتمالاً فردی هستید که مطالعه را دوست دارد. اگر به باشگاه بروید، احتمالاً فردی هستید که ورزش را دوست دارد. اگر نواختن گیتار را تمرین کنید، احتمالاً فردی هستید که موسیقی را میپسندد. هر اقدامی که انجام می‌دهید، یک رأی برای تبدیل به شخصیتی است که دوست دارید. هیچ تک اقدامی موجب تحول باورهایتان نخواهد شد. اما وقتی همین رأی‌ها تک تک جمع می‌شوند، اسناد مربوط به هویت جدیدتان ساخته می‌شود. به همین دلیل می‌توان گفت که تغییر معنادار و هدفمند نباید رادیکال باشد. عادت‌های کوچک می‌توانند با فراهمسازی اسناد یک هویت جدید تفاوت‌های معناداری را رقم بزنند. اگر تغییر معنادار باشد، بزرگ قلمداد می‌شود. این امر با ایجاد بهبودهای کوچک که پیشتر ذکر شد، پارادوکس دارد. با جمع‌بندی مسائل می‌توانید ببینید که عادت‌ها مسیری برای تغییر هویت هستند. عملی ترین راه برای تغییر شخصیتتان تغییر اقداماتی است که انجام می دهید. هر بار که یک صفحه می نویسید، یک نویسنده هستید. هر بار که ویولن تمرین می کنید، یک موزیسین هستید. هر بار که تمرین را شروع می کنید، یک ورزشکار هستید. هر بار که همکارانتان را تشویق می کنید، یک رهبر هستید. هر تغییر نه تنها نتیجه می دهد، بلکه مسئله‌ای بسیار مهمتر را می‌آموزد. به خودتان اعتماد کنید. به این باور می‌رسید که واقعاً می‌توانید این کارها را انجام دهید. وقتی همین رأی‌ها جمع می‌شوند و اسناد شروع به تغییر می‌کنند، داستانی که به خودتان می‌گویید نیز شروع به تغییر خواهد کرد. البته به شیوه معکوس هم جواب می‌دهد. هر بار که اجرای یک عادت بد را انتخاب می کنید، یک رأی به نفع آن هویت است. خبر خوب این است که لزومی ندارد کامل باشید. در هر انتخابی هر دو جناح رأی‌هایی دارند. برای پیروزی در انتخابات به رأی همه نیاز ندارید. فقط کافی است در اکثریت باشید. خیلی مهم نیست که چند رأی هم به رفتار بد یا عادت غیر مفید بدهید. هدفتان این است که اکثریت را برنده شوید. هویت‌های جدید به اسناد جدید نیاز دارند. اگر همیشه همان رأی‌های پیشین را به صندوق بیاندازید، باز هم به همان نتایج همیشگی خواهید رسید. اگر رأیی تغییر نکند، طبیعی است که تغییری مشاهده نخواهد شد. این یک پروسه 2 مرحله‌ای و ساده است. 1. نوع شخصیتی که دوست دارید را انتخاب کنید. 2. با پیروزی‌های کوچک آن را به خودتان اثبات کنید. ابتدا شخصیتی که دوست دارید را انتخاب کنید. این امر در هر سطحی وجود دارد. در قالب فردی، یک تیم، جامعه یا ملت. دوست دارید پای چه چیزهایی بایستید؟ اصول و ارزش‌های شما چه هستند؟ دوست دارید به چه شخصیتی تبدیل شوید؟ اینها سوالات بزرگی هستند و بسیاری از افراد مطمئن نیستند که باید از کجا شروع کنند، اما نوع نتایجی که می‌خواهند را می‌شناسند. اینکه سیکس پک در بیاورند یا استرس کمتری داشته باشند یا حقوقشان 2 برابر شود، این خوب است. کارتان را از نتایج آغاز کنید و ببینید که به چه نوع شخصیتی نیاز دارید تا بتوانید به این نتایج برسید.
از خودتان بپرسید چه نوع شخصیتی هست که میتواند من را به نتیجه مد نظرم برساند؟ چه نوع شخصیتی میتواند 20 کیلوگرم وزن کم کند؟ چه نوع شخصیتی میتواند یک زبان جدید یاد بگیرد؟ چه نوع شخصیتی میتواند یک استارتاپ موفق را اجرا کند؟ مثلا چه نوع شخصیتی میتواند یک کتاب بنویسد؟ احتمالاً فردی است که ثابت قدم و قابل اعتماد باشد. همکنون تمرکز خود را به جای نوشتن یک کتاب به عبارتی نتیجه روی شخصیتی بگذارید که ثابت قدم و قابل اطمینان است. به عبارتی همان هویت. این پروسه میتواند به اعتقادات اینچنینی ختم شود. من از آن نوع معلم ها هستم که پای محصل هایم میمانم. من از آن دکترها هستم که برای هر مریض زمان میگذارم تا همدردی لازم را با آنها داشته باشم. من از آن مدیرها هستم که از کارکنانش دفاع می کند. وقتی روی شخصیت مد نظرتان کنترل پیدا کردید، می توانید گام‌های کوچکی را برای تقویت هویت مطلوبتان بردارید. دوستی دارم که با پرسش یک فرد سالم چه کارهایی انجام می دهد، بیش از 45 کیلوگرم وزن کم کرده است. در سرتاسر طول روز از این پرسش به عنوان یک دستورالعمل بهره می گیرد. آیا یک فرد سالم پیاده می رود یا تاکسی می گیرد؟ آیا یک فرد سالم بوریتو سفارش می دهد یا سالاد؟ با خودش فکر کرد اگر به مدت طولانی مانند یک فرد سالم عمل کند، در نهایت به یک فرد سالم تبدیل خواهد شد. حق با او بود. مفهوم عادتهای مبتنی بر هویت اولین مقدمه ما برای یکی دیگر از زمینه‌های کلیدی این کتاب است. حلقه‌های بازخورد. عادتهای شما هویتتان را شکل می‌دهند و هویت شما نیز عادتهایتان را. این یک خیابان دو طرفه است. شکلگیری کل عادتها در قالب یک حلقه بازخورد است. همان مفهومی که در فصل بعد عمیقاً مورد بحث قرار خواهد گرفت. اما باید اجازه دهید که ارزش‌ها، اصول و هویت شما این حلقه را کنترل کنند، نه نتایجتان. تمرکزتان همواره باید روی رسیدن به شخصیت مد نظر باشد، نه اینکه آن نتایج به خصوص را کسب کنید. دلیل واقعی در زمینه اهمیت عادات. تغییر هویت نقش ستاره قطبی را برای تغییر عادت ایفا می کند. بخش‌های باقی مانده این کتاب دستورالعمل‌های گام به گامی را برای نحوه ایجاد عادت‌های بهتر در شما، خانواده، گروه، سازمان و سایر بخش‌های مد نظرتان ارائه می‌کند. اما پرسش ما اینجاست: آیا در حال تبدیل شدن به آن شخصیتی هستید که مد نظرتان است؟ اولین گام چیستی یا چگونگی نیست، بلکه بحث روی ماهیت شخصیتی است. باید بدانید که می‌خواهید به چه کسی تبدیل شوید. در غیر این صورت جستجوی شما برای تغییر همچون قایقی بدون سکان است. به همین دلیل هم کارتان را از همان جا شروع می‌کنید. شما قدرت تغییر عادات مربوط خودتان را در اختیار دارید. هویتتان روی سنگ حک نشده است. در هر لحظه حق انتخاب دارید. می توانید هویتی را که همکنون مد نظرتان است انتخاب کنید و آن را با عادتهای منتخبتان تقویت کنید. بدین ترتیب می توانید به هدف عمیق‌تر این کتاب و دلیل واقعی اهمیت عادتها دست یابید. ایجاد عادتهای بهتر بدین معنا نیست که کل زندگیتان را با ترفندهای مفید اشغال کنید یا هر شب نخ دندان بزنید، هر روز صبح دوش آب سرد بگیرید یا هر روز یک لباس یکسان بپوشید. بدین معنا نیست که به معیارهای موفقیت بیرونی همچون کسب درآمد بیشتر، کاهش وزن یا کاهش استرس دست یابید. عادت‌ها می‌توانند به شما کمک کنند به تمام این موارد دست پیدا کنید، اما اساساً آنها به داشتن یک چیز مرتبط نمی‌شوند، بلکه قرار است با آنها به شخص دیگری تبدیل شوید.
در نهایت عادتهای شما اهمیت دارند، زیرا کمک می‌کنند به آن شخصی که مد نظرتان است تبدیل شوید. آنها مسیری هستند که از طریق آن عمیق‌ترین باورهای مربوط به خودتان را توسعه می‌دهید. به معنای واقعی کلمه به عادتهایتان تبدیل می‌شوید. خلاصه فصل: 3 لایه تغییر وجود دارد: تغییر در خروجی، تغییر در پروسه و تغییر در هویت. مؤثرترین راه برای تغییر عادتها این است که نه روی دستاوردهای مد نظرتان، بلکه بر شخصیتی که دوست دارید تمرکز کنید. برای تبدیل به بهترین نسخه از خودتان، باید دائما باورهایتان را ویرایش کرده و هویتتان را بروز کنید و گسترش دهید. دلیل اهمیت واقعی عادتها این نیست که به نتایج بهتری ختم می شوند، اگرچه می توانند این نقش را ایفا کنند، بلکه می توانند باورهایی را که به خودتان دارید تغییر دهند.